اخلاق نگرفتن، از او آداب نگرفتن، از او قشلاق رسواتر و خارتر حاضر نیست در ریگری ما. همینطور نیست؟ من همین آدم ریگرم، از خودی همو دالانسای تا ایسا همشم میدونم که در کدام قشلاق چه احوال رفته ایستاده است. همشم قومانی است یک عمر پلتوب کردن دنبی فساد گرفتن. امروز قسم به خدا اگر از یک لو مثل گوسفندی که همو چراننده و سردار یکتا یکتا نظرش میگذرانه، آنها را دارو میکنه و درمان میکنه، اگر همو اهل قشلاق از مسفیدی 70 سالش تا 1 سالش اگر یکتا یکتا پرسیده بگذرانی، والله کلمه توحید به معناش میدانستگی نمیاوی. آمنت بالله را به معناش میدانستگی نمیاوی. ظاهرش ریش داره و سله داره. برای چه میتشیدن؟ برای که علما را شکر نکردن. شکر عالم از او فایده بردن است، در روز معرکه او را سوال و جواب کردن است، از او تعلیم دنیا و قیامت گرفتن است، او را بے بهره نموندن است. رسول الله فرمودن العالم کالسراج فی زمانه، هل عالم چین خودش مثل چراغ در عصر حیاتش. یستزع بی، از نور او باید مردم فایده برن، از او باید تعلیم بگیرن، او را بپرسن. یا داملا عالم گفته که به دگلخص 3-4 بار ما او را قدی داملا امین جان علیه رحمت زیارت رفته بودیم. آدم 90 ساله پیره، یک کس نمی آمد در پیش علی بلام زبر ال بخونه، یک کس هم. همو علم در شکمش با تاگی خاک داملا رفت، اما رفت. مردم شکری او نکردن، شکر را به جا نآوردن. او را که بارها داملا امین جان در ماشینی رحمتی شان احرار خان پیش همو گو بدبریم، همو عالم علم زده کلان سال همو را بینیم. چنین است که هر نعمتی را الله داد او را باید ملت شکرگزار باشه. او نعمت خدا به او داده است، به تو نداده است. غنیمت است در قشلاق، غنیمت است در وادی، غنیمت است در عیان. رسول الله گفتن آن وادی که در او عالم حلال حرام، طلاق و نکاح، کفر ایمان، اگر برای مردم فرق میکردگی نباشه، او مردم همه در غرق معصیت، در ضلالت. ایرا بدانند مردم اینا همه نعمتن. باید که مسلمان کامل فخر داشته باشه، شکر داشته باشه که ما از این نعمت ها لذت روحی بردیم. لذت جسم دیگر است، لذت روح دیگر است. لذت جسم چند ای بدن را تربیت دادی، فربهش کردی، شیطان خرسند می شود. با او دستور می رود که دیگر بدن فربه شد، دیگر ترا در عبادت کردن راضی نمیشه. تجربه کنی. حتی باری خود شو والله کشیده نمیتونه. کلان زالتر شوی تو ای گوشتی نامناسبه برداشته نمیتونی دیگه، دردی سرد میشه. لیکن تو تقوا کردی، پرهیز کردی، نعمت اسلام و تربیه دین را غنیمت دانستی، روح تو قوت میگیره. روز به روز جسدی تو لاغر و روح تو به جانب آسمان پرواز میکنه. عقل سلیم پیدا میکنی. این را باید مسلمان اندیشه بکنه، فکر داشته باشه.